خب بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز یکشنبه هست، 6 خرداد ماه 1403. به تعبیری میشه بگیم جلسه 41 درس فنت المنت هستیم، با این مطالبی که احساس کردیم بیانش میتونه مکمل مطالبی باشه که قبلا توی تاخارات گذاشتیم. ظرف دو جلسه گذشته عمدتاً یک معادله فرست اوردر کار کردیم. انشاءالله اگر خدا کمک بکنه میخوایم ببینیم اگر معادله سکند اوردر هم بود با استفاده از ویتد رزیدوال، متد ویتد رزیدوال چجوری میتونیم در مقیاس المان از فنت المنت استفاده کنیم و بعد عملاً هم برای مسائل نیچوال ولی پرابلم هم برای مسائل باوندری ولی پرابلم به این مطلب اشاره داشته باشیم. جمع‌بندی اگر چنانچه بخوام از مطالب جلسه گذشته داشته باشم، این جمع‌بندی ناظر بر این است که یک معادله‌ای داریم که ساختارش به این صورته مرتبه یک هست، خطی هست، غیر همگن هست. قطعاً برای همچین معادله ما جواب تحلیلی داریم. شرایط مرزی این مسئله هم مقدار x در صفر یک. خواسته ما این است که بریم این مسئله رو حل کنیم نیومریکلی با استفاده از چندین روش. جلسات قبل از روش سبدومین صحبت کردیم و چالش‌های جدیدی رو پیش روی علاقه‌مندان گذاشتیم تا آنجا که به این روش سبدومین مربوط میشه. بعدش رفتیم سراغ روش کلوکیشن. باز اینجا هم یه سری چالش‌های رو به مخاطبین بالقوه و بالفعل این درس معرفی کردیم. امید داریم انشاءالله اگر خدا کمک بکنه امروز به روش لیست اسکوئر بپردازیم، ببینیم با استفاده از روش لیست اسکوئر چه چالش‌های جدیدی موضوعیت پیدا میکنه و باز اگر چنانچه شرایط کمک بکنه یکم خلاصه نویسی کنیم، نتایجی که به دست حل کردیم رو منعکس کنیم، از جزئیات پرهیز بکنیم، روش گالرکین متد. مجددا یادآوری میکنم خدمت عزیزان بالقوه و بالفعلی که این جلسات رو دنبال میکنن، این است که یک معادله‌ای داریم که از توش نمیتونیم یک کنشمند استخراج بکنیم و ناچار هستیم که از متد ویتد رزیدوال منتها نه کل دامنه محاسباتی بلکه روی یک المان بهره بگیریم. این که آیا اسمبلینگ بکنیم بهتر جواب میگیریم یا در مقیاس المان که میتونیم حل بکنیم این مسئله رو دنبال بکنیم. حداقل تا الان دیدیم که این سبدومین متد و کلوکیشن متد اگر اسمبلینگ بکنیم قادر به بازتولید جواب نانوتیکال هستیم، ولی اگر چنانچه از جواب از در مقیاس المان بریم استیبل رو به دست بیاریم قادر به بازتولید نانوتیکال سولوشن نیستیم. امروز هم باز همین جنس سوالات رو میخوام مطرح کنم. حالا اگر بخوایم لیست اسکوئر متد استفاده بکنیم کلا اپروچ ما به لحاظ انتخاب تابع وزن چی هست، بعد نگرش ما برای قدم‌های نهگانه‌ای که باید برداریم چی خواهد بود، آیا در مقیاس المان و در مقیاس اسمبلینگ یه جواب میگیریم، جواب متفاوت میگیریم، جوابمون خیلی تفاوت داره، نزدیک به همه. و همینطور در رابطه با گالرکین هم این سوالات رو میخوایم مطرح کنیم. استپایی که باید برداریم همین استپایی هست که از ابتدای ترم تا انتهای ترم تکرار میشه و هر چقدر هم عزیزان مخاطب ما این فرایند رو بیشتر و بیشتر تکرار کنن به مفاهیم تسلط اجتهادی بیشتری پیدا میکنن. به عبارت دیگر
رمز موفقیت هم بنده هم مخاطبین من در تکرار، تمرین و ممارست. هر چقدر مطلب رو بیشتر تکرار کنید بیشتر در ذهنتون ملکه میشه. عرضم حضورتون استپ 1 دامنه محاسباتی ما یک مسئله یک بعدی هست که طول دامنه محاسباتی 1 متره، از اینجا تا اینجا 1 متره و ما باید این دامنه محاسباتی رو یه تعداد المان تقسیم بکنیم. فعلا برای اینکه بتونیم مسئله رو تابلو دنبال بکنیم تعداد المان ها رو 2 تا گرفتیم. یعنی این المان شماره 1 ماست، این هم المان شماره 2 ماست. 2 تا سوال و 2 تا پاسخ هم از انجام عمل 1 استپ 1 در ذهن مترتبه. چند تا المان و نوع المان، 2 المان، نوع المان هم لاین المنت. استپ 2 بیام قانون حاکم بر تغییرات استیت وریبل رو روی هر المان بنویسیم. اگر چنانچه من خواستم به این سوال پاسخ بدم که هر المانی چند تا گره داره، تو قدم 2 روشن میشه که چند تا گره داره. اینجا اگر 2 گذاشتم یعنی هر المانی 2 تا گره داره. برخلاف مراجع مختلف که هر مرجعی توابع پایه یا توابع شکل رو با یک نماد مخصوص به خودشون نشون میدن، تو این کورس از ابتدای کورس تا پایان کورس ما استیت وریبل رو به فی، اینترپولیتینگ فانکشن اور تیپیکال الیمنت رو به فی ای روی اکس، توابع پایه یا توابع شکل رو با این و نودال ولیوها رو با فی 1 و فی 2 و فی 3 روی المان هیچ. یعنی الان اگر چنانچه من اینجا بخوام یه المان نمونه بکشم مثل ای، بعد بخوام این المان نمونه رو به صورت لوکال نامگذاری کنم، این لوکال 1، این لوکال 2 هست. من در لوکال 1 مشغول دارم، فی 1 برای المان ای و در نقطه لوکال 2 هم 1 مشغول دارم. علت این که ما در مقیاس المان میتونیم این مسئله رو حل بکنیم به خاطر اینکه ما در مقیاس المان میتونیم بریم با داشتن اینو به دست بیاریم. بعدم تلقی و تصورمون این هست که اینجا شرایط مرسوم هندسیه و بیایم کوفیشن ماتریکس رو مادیفای بکنیم و با مادیفای کوفیشن ماتریکس بریم فیدو رو به دست بیاریم. ولی متاسفانه تا الان روی کردی که انتخاب کردیم این بود که این جواب نمیده، این هم جواب نمیده. کاری که آقای ردی تو مبحث ترانزینت فاینایت الیمنت یه معادله این همین رو گرفته، با روی کرده حل در مقیاس المان حل کرده و هیچ اشاره هم نشده. همون موقع هم ما با ایشون در خصوص در تماس بودیم و یک کتابی رو به ما معرفی کردن که اون کتاب عنوانش هستش Initial Value Problem and Finite Element Method که باز اونجا هم به این آدرس داده نشده. کتاب را اگر خواستید من میتونم خدمتتون ارسال بکنم، جدید هم هست، 2019 یا 20 هم هست. استپ 3 استپ 3 باید بریم خواص المان رو حساب بکنیم. خواص المان اول با این شروع میشه. ببخشید استپ 3 یعنی بیان استرانگ فرم رو تبدیل به ویتد اینتگرال فرمولیشن کنیم. برای این منظور باید بیان این یک رو بیاریم این طرفین معادله رو در دبلیو آی روی المان ای ضرب بکنیم و بعد بگیم جملاتی که فی و دبلیو دارن برن تو کا، جملاتی که فقط دبلیو دارن برن توی جی. من
به خاطر صرفه‌جویی در وقت فقط اکتفا میکنن به نوشتن کا و چه توی استپ 3. این هستش فی و یه هم هستش این. این هستش بای فانکشنال که خطی هست هم نسبت به فی هم نسبت به دبلیو ولی سیمتریک نیست. این هم هستش فانکشنال که نسبت به دبلیو خطیه. یعنی اگر بخوام از روی کرده ردی استفاده بکنیم یکی از شرط‌ها رو آنر نمی‌کنه و اون سیمتریک بودن این بای فانکشنال. اگر چنانچه بخوام از روش قضیه واینبرگ شروع بکنیم از بینم کنشمند بسازیم باز اونجا هم ناتوان هستیم به خاطر اینکه مشتق جهت‌دار که یا کلاً این منهای این در راستای اتا با مشتق جهت‌دار این در راستای دبلیو یکی نمیشه. استپ 4 موقع به استپ 4 میرسیم باید بریم خواص المان رو حساب بکنیم. برای خواص المان حساب کردیم اول باید به خودمون بگیم که روایت ما برای به دست آوردن خواص المان چی است؟ آیا سبدومینه؟ آیا کولوکیشنه؟ آیا لیست اسکوئر؟ آیا گالری؟ خوشبختانه با یه حوصله در خور وصفی ما این دو تا گزینه رو تا کنون دنبال کردیم و نتایجش رو هم به مشارکت گذاشتیم. امروز میخوام نقل لیست اسکوئر صحبت کنم. توی روش لیست اسکوئر WI برای المان ای هستش مشتق R برای المان یعنی رزیدوال نسبت به فی آر. در روش لیست اسکوئر تابع وزن هستش مشتق رزیدوال نسبت به فی آر. خود رزیدوال چیه؟ رزیدوال یه تابعی هست که درش x به کار رفته برای این مسئله که دو تا گرفت داریم هر المان فی 1 ای و فی 2 ای به کار رفته و اگر از اون بپرسید بگید این رزیدوال چون حساب میشه باید بگیم اگر چنانچه اینجا به جای فی بریم تابع اگزکت رو بذاریم دقیقا یک رو بازتولید میکنیم ولی اگر چنانچه به جای این فی بریم این اینترپولتینگ فانکشن اور تیپیکال الیمنت رو بذاریم دیگه یک رو بازتولید نمی کنیم. اختلاف بین این که به جای فی بذاریم با یک اسمش هستش رزیدوال یعنی این هستش اصلا حضورتون دیه فی ای به دی اکس به اضافه دوتا فی ای منهای یک. حالا یکی از من ممکنه بپرسه آقای عابدینی آرگومنت فی 1 و فی 2 که نمیشه اینجا کجا ظاهر میشه؟ میگم خب باید به جای فی ای اینو بزن ولی حواستون باشه موقعی که میریم به جای فی اینو بذارید باید حواستون باشه کجا هستید. حالا این کجا هستید ممکنه یکی بگی منظور چی از کجا هستید. خواهش کنم دقت بفرمایید. اگر من اینجا هستم میدونم که این آی باید بیرون تعریف بکنم. این میدونم. منظور از کجا هستید یعنی این است که من اینجا به جای فی باید چی بذارم؟ به جای فی باید اینو بذارم. ولی اگر چنانچه از همین ایندکس برای فی استفاده کنم با این آیه قاطی میشه. مجبور هستم که اینجا موقعی که به جای فی میذارم از این کار به جای تبدیل کنم که با این آیه قاطی نشه. ولی اینجا چی؟ اگه نگاه کنید در هم مشتق نسبت به فی آی میگیرم. پس اینجا میتونم خودچه بذارم. یعنی چی بذارم؟ بذارم مساوی با به جای اینکه مقدار بذاریم میشه سمیشن
آی از 1 تا n از 1 تا 2. بعد موقعی که از این مشتق میگیریم این که آی x توش نیست، فقط این x توش به کار رفته، میشه دی n آی به دی x ضرب در فی آی به اضافه 2 سمیشن آی از 1 تا 2 n آی ای از فانکشن آف x ضرب در فی آی ای منهای 1. حالا اگر چنانچه خواستیم مشتق آر رو نسبت به فی آی حساب بکنیم، میگیم دبل آر میشه مساویه با. لطفاً دقت بفرمایید. مشتق این جمله نسبت به فی آی ای میشه دی ان آی به دی ایکس. دیگه سمیشن هم نداره. پس بنابراین میشه دی ان آی به دی ایکس مشتق جمله اول. مشتق دو جمله دوم نسبت به فی آی میشه 2 تا ان آی. مشتق یک چقدر میشه؟ آی مهندس مشتق یک هم 0 میشه. پس موقعی که میریم تو استپ 4 میخوایم خواص المان رو حساب بکنیم، باید بریم به جای فی چی بذاریم؟ اینو بذاریم. به جای دبلیو اینو بذاریم. بالا می‌نویسم. اینجا اگر من بخوام تکلیف ایندکس های رو مشخص کنم، میگم تکلیف ایندکس که داخل خود فرمول روشن شده که چجوری تغییر میکنه، ولی هیچ گونه صحبتی از ایندکس آی داخل نشده. آی باید بیرون تعریف کنه. بعد بگم چی؟ آی مساوی هست با 1 با 2. خب این که نشد محاسبه خواص المان، ولی مقدمه محاسبه خواص المان. ما این رابطه رو بعد که رفتیم جایگزین کردیم، یادتون باشه من اینجا ننوشتم، اینجا می‌نویسم کای ای با نوتیشن فی اکس و دبلیوی اکس، یعنی آرگومنت ها هنوز عوض نشدن، اینه از x1 ای تا x2 ای. موقعی که شما میاد این رابطه رو در دبلیو آی ضرب کنید با جملاتی که هم دبلیو هم فی دارن رو تو این بذارید، این میشه کار شما. جه شما هم
انتگرال از x1 e تا x2 e w i روی المان e as a function of x در ax. مثل این هست که بگیم این یک داره در w i ضرب میشه. بر اساس این رابطه که اینجا نوشتم، یعنی باید توی کار هر جایی فی دارم اینو بذارم، این جاهای فی ها اینا هستن که باید بر حسب جی کشته بشه. هر جایی که w i دارم باید اینو بذارم. بعد اگر چنانچه شروع بکنم از فی جی هم فاکتور بگیرم، این رابطه به صورت element coefficient matrix ضرب در vector of element nodal values مساوی با vector of element forcing function. در پاسخ به این سوال که المان عمومی کا و المان عمومی اف چی هست، میگیم المان عمومی کا هستش اینتگرال از x1 e تا x2 e. باید بریم به جای این w i بذاریم این رابطه و به جای این فی هم بذاریم این رابطه با ایندکس j و بعد این چیزش که میمونه رو نگه داریم. پس بنابراین میشه d n i به dx به اضافه دو تا n i. این به جای چی نشست های منسسلی؟ w i. بعد باید اون رو هم فقط اون تکه هاش که مربوط به nj و مشتقش میشه رو اینجا بنویسیم. باید بنویسیم d nj به اضافه دو تا nj و ممکنه یکی بگه آقای آبدینی فی جی چطور شد؟ فی جی رو میدونید این رابطه یه جور دیگه هم میتونیم بنویسیمش. این رابطه اینجوری هم میتونیم بنویسیم. بگیم j از 1 تا 2 k i و j فی j مساوی با f i. اینجوری هم این رابطه بالایی رو میتونیم بنویسیم. شاید این بهتر تناسب داشته باشه. در پاسخ به این سوال که این KIJ چی هست؟ KIJ اینه. فی جی چطور شد که جایگزین شد؟ فی جی همین شد. سمیشن همین شد. این می شود المان عمومی element stiffness matrix، المان عمومی vector of element forcing function هم به جای w باید اینو بذاریم. می شود اینتگرال از x1 e تا x2 e d n i به dx به اضافه دو تا n i dx. حالا باز یه سوالی دوست دارم بپرسم و از خودتون هم مدد بگیرم که ارتباطی هم با مخاطب بالقوه و بالفعل برقرار بشه. اینجا که بودیم میگم فقط تکلیف آی رو باید مشخص کنم. اینجا اگر خواستم بگم چی باید تکلیف چی رو مشخص کنم، باید هم تکلیف آی رو مشخص کنم هم تکلیف جی رو مشخص کنم. میگم اینجا آی و جی از 1 و 2 میگذره، یعنی یک به اصطلاح 4 تا ترم داره. آی 1 باشه جی 1 و 2، آی 2 باشه جی 1 و 2 میشه یه ماتریس 2 در 2. ولی اینجا فقط آی رو باید تکلیفش رو روشن کنم، فقط چون آی رو کار دارم. یکی از بخش‌های از روش عناصر محدود که
بسیار زمان بر هست، بسیار وقتگیر هست، این محاسبات این اینتگرال هست که اگه با دست بخوایم رد بکنیم زمان زیاد باید بشه اختصاص بدیم، ولی توی کامپیوتر از روش گوسن کوادریچر که استفاده میکنن عملا اینا دیگه اتوماتیک میشه. من نتیجهش رو می‌نویسم که سرجویی در وقت بشه. روش لیست اسکوئر متد کار LE طول المانی که توی این مسئله 1/2 منهای 1 روی LE به اضافه 2/3 LE به اضافه 2/3 LE 1 روی LE به اضافه 2 به اضافه 4/3 LE. ممکن یه سوال بپرسید بگید برخلاف روش سبدومین و روش کلوکیشن متد که کا سیمتریک نبود، این چیه کا سیمتریک میشه؟ اما سیمتریک هست یا نه؟ هنوز که هنوز جایی ایجاد دار نتشتیم سیمتریکه چون این باید برابر. چرا؟ بیاد نگاه این جمله بکنید. ببینید اگر کار 1 بگیرید جر 2 بگیرید با کار ببخشید آر 2 بگیرید جر 1 و جر جاشون عوض کنید 1 و 2 با 2 و 1 برابر میشه یا نه؟ اگر آر 1 بگیرید این اندیس 1 میگیرید جر نسبت اندیس 2 میگیرید. اگر بگیرید آر 2 بگیرید جر 1 بگیرید جای اینا عوض میشه. در نتیجه طبیعی باید کوفیشنت متریکستون توی لیست اسکوئر سیمتریک بشه. من خیلی علاقمند هستم، حالا خواهید دید این بذار یه پروژکشنی بکنم از مسئله، برام پازلم هست حقیقتا، هم تو روش سبدومین، هم تو روش کلوکیشن، هم تو روش گارلکین در مقیاس المنت جواب خیلی فرق بود، ولی تو لیست اسکوئر در مقیاس المان هم خیلی نزدیکی به جواب اسمبلی. How come؟ مشکل یعنی کجا هست این اتفاق داره میفته؟ به خاطر سیمتریک بودن کوفیشنت متریکس نمیدونم. میریم جلو ببینیم چطور میشه. این هستش المان به اصطلاح انتریای کوفیشنت متریکس در مقیاس المان. اگر چنانچه برید به جای LE 1/2 رو بذارید و اینها رو ساده کنید، کوفیشنت متریکس در مقیاس المان به صورت عددی می شود 2/3 منهای 5/3 منهای 5/3 و 14/3. من فقط تو رابطه باره به جای LE 1/2 گذاشتم. المان ها یا انتری های element forcing function هم هستش LE منهای 1 LE به اضافه ای. اگه یکی از اون پرسی گفتش اینا چجوری حساب کرده میگیم چی؟ میگیم آمدیم اینجا به جای آی 1 گذاشتیم این رفتیم اینتگرال رو حساب کردیم.
این به جای آی 2 گذاشتیم، رفتیم این اینتگرال رو حساب کردیم شدیم. اگه به جای ال هم مقدار 1 دوم رو بذاری، این می شود منهای 1 دوم و این هم می شود 3 دوم. عملا استپ 4 در اینجا تمام میشه. محاسبه خواص المان در مقیاس المان. حالا باید بریم سراغ استپ 5. تو استپ 5 باید اول بریم یه نود کانکتیویتی تیبل تهیه کنیم. یعنی بگیم این المان‌های دوگانه چجوری در مقیاس لوکال و گلوبال به هم مرتبط میشن. که خب این رو بارها انجام دادیم. یه جدولی هست، ستون اولش المنت نامبره، ستونش دومش لوکال نود نامبرینگه، ستون سومش هم گلوبال نود نامبرینگه. برای المان 1 لوکال 1 و 2، برای المان 1 گلوبال هم 1 و 2. برای المان 2 چون هم فعلا فقط 2 المان هم بیشتر نداره، باز لوکال 1 و 2، گلوبال چقدر میکنم من نیست؟ 2 و 3. با این نود کانکتیویتی تیبل میتونیم بریم سیستم کوفیشنت ماتریکس و وکتور آف سیستم فورسینگ فانکشن رو به دست بیاریم. عملا من نتیجه رو بنویسم اینجا. می شود 2 سوم منهای 5 سوم منهای 5 سوم 14 سوم. این می شود کانتریبیوشن ناشی از المان 1 در سیستم استیفنس ماتریکس. بعد باید بیایم بگیم این به اضافه 2 سوم بشه، این منهای 5 سوم بشه، این هم منهای 5 سوم بشه، این هم 14 سوم. این صفره، این هم صفره. این می شود سیستم استیفنس ماتریکس. این باید ضرب در چی بشه بچه ها؟ وکتور آف سیستم نودال ولیوز. این طرف هم باید بیایم اسمبلینگ فورسینگ فانکشن رو تشکیل بدیم. این می شود منهای 1 دوم، این می شود 3 دوم، این میشه کانتریبیوشن ناشی از المان 1. کانتریبیوشن ناشی از المان 2 اینجا منهای 1 دوم میشینه، اینجا هم چقدر؟ 3 دوم. عملا این می شود همون عبارتی که باید اینو دوباره بنویسیم. تنها کاری که میکنیم چیکار کنیم؟ ایاش برداریم. یعنی عملا می شود سیستم استیفنس ماتریکس ضرب در وکتور آف سیستم نودال ولیوز مساوی هست با وکتور آف سیستم فورسینگ فانکشن. کا اینه، فی اینه، اف هم اینه. این میشه استپ 5. استپ 6 باید بریم شرایط مرزی رو اعمال کنیم. ما اینجا گره 1 یعنی فی 1 مون اسپسیفای شده ولی فی 2 و فی 3 مجهول هستن. یعنی عملا میشه مودیفاید استیفنس ماتریکس ضرب در وکتور آف سیستم نودال ولیوز مساوی هست با مودیفاید وکتور آف سیستم فورسینگ فانکشن. اگه این رو بخوایم به صورت ماتریسی بنویسیم باید اینجوری بنویسیم: 1 0 0 0 0. اینجا می شود 16 سوم منهای 5 سوم منهای 5 سوم
4/3. این میشه Modified System Stiffness Matrix کاپرن. این میشود فی 1 فی 2 فی 3. بعد باید بیایم وکتور آف سیستم فورسینگ فانکشن رو هم مشمول مودیفیکیشن قرار بدیم. اگر این سطح رو در این ستون ضرب کنیم فی 1 رو میده. فی 1 هم چقدر بچه‌ها؟ 1. بعد باید بیایم این دوتا انتری رو هم مشمول تغییر بدیم به خاطر این سطحی که اینجا گذاشتیم. خب میگیم چی؟ میگیم خودش هستش این 3/2 منهای 1/2 میشه 1. نه 1 منهای 5/3 در 1. این هم هست 3/2. این صفر هم که گذاشتیم قبلش هم صفر بود. در این حال برای اینکه حواستون باشه چی به چیه اینجا میذاریم 0 در 1. چون داریم مسئله رو با دست حل می‌کنیم این میشه استپ 6 استپ 7 اون باید بریم سیستم حل کنیم. این سیستم اگر چنانچه بریم حل بکنیم نتیجهش اگر چنانچه من براتون بنویسم فی 2 میشه مساوی با 67/9 فی 3 میشود مساوی با 56/28. استپ 8 چیه؟ باید بیان یا اس ریفاینمنت یا پی ریفاینمنت یا اس پی ریفاینمنت رو روی استپ 2 پیاده کنیم. دوباره این مسیر رو تکرار کنیم. باید جواب نیومریکالمون به سمت انالیتیکال بکنیم. استپ 9 چی هست؟ استپ 9 ناظر بر این هست که دو additional computation if required. منظور از دو additional computation if required چی هست؟ مثلا اگر چنانچه این فی مثلا میگم هستش کیوی خروجی از این مقصد توی ریزروار آپریشن، بعد بریم ببینیم حجم مخزن در یک زمان خاص چقدر و تغییرات حجم با زمان چجوری قابل محاسبه است. به عنوان additional computation if required. خب حالا همینجا هم باز کنجکاویمون رو میخوایم ارضا کنیم، بگیم این با اسمبلینگ همچی جوابی گرفتیم. بریم ببینیم اگر چنانچه اسمبلینگ نکنیم چیکار کنیم؟ همینجا تو استپ 4 این ماتریس یا این ماتریس رو مشمول مودیفیکیشن قرار بدیم. یعنی بگیم چی؟ پس من یه خط اینجا بکشم بگم اگر بخوایم اسمبلینگ انجام ندیم باید بیام بگیم 1 0 حالا من ساعتی اینجا هم 0 اینجا هم 4/3 این می شود Modified Stiffness Matrix در مقیاس المان یا Modified Element Stiffness Matrix. این باید ضرب در فی 1 ای بشه. این هم ضرب حالا این هم میتونیم 1 بذاریم چون همیشه با از المان 1 شروع کنیم. این مساوی هست با این میشه 1 چون اگه این سطح رو در این ستون ضرب بکنیم باید 1 تولید بشه. بچه‌ها اسم دیگر فی 1 فی 1 1. خب اینه چی کارش بکنیم؟ نگاه کنید این به اصطلاح بردار فورسینگ فانکشن در مقیاس المانه. این منهای 1/2 با 1 جایگزین شد. این 3/2 باید مودیفای بشه به خاطر این منهای 5/3 اینجا چی گذاشتیم؟ 0 گذاشتیم. پس می شود 3/2 منهای پرانتز منهای 5/3 در 1. یه معادله است و یه مشهور
از اینجا فی 2 برای المان 1. یه اسم دیگهش در قیاس گلوبال فی 2. اگر چنانچه بریم این رو حساب بکنیم فی 2 1 می شود 67 86. حالا من کاری که تا الان برای سب دومین و کلوکیشن انجام ندادم به خاطر پرت بودن این جواب اینجا انجام میدم. میرم ببینم فی 3 چقدر میشه. خواهش میکنم من مخصوصا با یه رنگ قرمز می‌نویسم که تفاوت حداقل شما فیلم دیده نمیشه رنگ قرمز و چیز. ببینید اگر چنانچه بخوایم شروع کنیم کاری بکنیم که برای اون دوتا نکردیم ادامه بدیم به خاطر که جواب یه مقداری با این بخونه 67 59 67 86. حالا این آرتیکالش هم می‌نویسم براتون. بچه‌ها نگاه کنید اینجا باید بگیم 1 0 0 14 سوم این که تغییر نمی‌کنه. بعد اینجا باید بچه‌ها بگیم چی؟ خانم مهندس اینجا فی 1 و فی 2 المان 2. آفرین بر شما. در پاسخ به این سوال اینجا من چی بنویسم؟ میگه 1 نمیتونم بنویسم. 67 86. تا این 67 86 رو من برای که بتونم کار رو تا آخر ببرم همون کسی که بدون تقریب دارم می‌نویسم 19 28. این 19 28 همین 67 86. خب باید اینم مجموع مودیفیکیشن قرار بدم. مثل همین کاری که اونجا کردم میگم در مقیاس المان 3 دومه باید این رو منهای پرانتز منهای 5 سوم کنم. خانم مهندسی باید در چی ضرب بشه؟ در 19 28 باید ضرب بشه. اگر چنانچه این معادله تک مشغولی رو برید به دست بیارید فی 2 2 که آقای مهندس اسم دیگه فی 2 چیه؟ فی 3 هست. فی 3 میشه مقدارش 56 38. من هنوز نتونستم توجیه کنم خودم رو که چرا در مقیاس المان پاسخ مسئله با اسمبلی نزدیک میشه ولی توی اون دو تا روش قبلی و بعد گالرکی این نیست. اجازه میدید من همینطور با همین اتفاقاتی که در اینجا میفته فقط البته خانم مهندس قطعا دنبال میکنن وضعیت رو که چه تغییراتی ایجاد میشه تا اینجا رو تابلو هرچی میبینید مربوط به لیست اسکوئر چیزایی که باید تغییر بدم تا منجر به روش گالرکین بشن یکی شروع میکنم اعمال. آیا قدم اولی عوض میشه؟ خیر. آیا قدم دومی عوض میشه؟ خیر. آیا قدم سومی عوض میشه؟ خیر. قدم چهارم. تو قدم چهارم این باید پاک بشه. اینم باید پاک بشه و بگیم تو روش گالرکی WI معادل NI گرفته میشه. دیگه اینم نیاز نداره.
معادل تابع ش به پایه گرفته میشه. اینجا چی؟ این باید بشه NI این هم باید بشه NI. این یکی تغییر نمیکنه، ولی موقعی که به اینجا میرسیم باید این رو بنویسیمش NI اون ثابت میمونه، اینا هم تغییر نمیکنه. این یکی هم باید بشه NI. بعد این محاسبات باید دیگه عملاً به خاطر که ماتریسا انتریاش تغییر کرد باید از نو حساب میشه. باید شروع کنیم استپ 4 رو کامل کنیم. استپ 4 یعنی محاسبه این تگرال، محاسبه این تگرال. این تگرال باید برای آی جی 1 و 2، این اینتگرال هم برای آی مساوی 1 و 2. بنابراین کا در مقیاس المان میشه مساوی با قسمت وقتگیر فرنت المنت با دست، نه با کامپیوتر. شاید برای کامپیوتر هم میگیم قسمت وقتگیرش هم کدنویسی قسمته باشه. هستش منهای 1/2 به اضافه 2/3 LI به اضافه 1/3 LI منهای 1/2 به اضافه 1/3 LI. اینجا میبینید سیمتریک هم نمیشه. ملاحظه میکنید چه سیمتریک نمیشه بچه؟ به خاطر اینکه اگر آی رو عوض بکنی یکی نمیشن. اگر چنانچه به جای آی 1 بذاری به جای جی 2 بذاری، با گزینه‌ای که به جای آی 2 بذاری به جای جی 1 بذاری یکی نمیشن. 1/2 به اضافه 2/3 LI. این می شود element stiffness matrix در مقیاس المان. F هم در مقیاس المان می شود 1/2 LI 1/2 LI. اگر چنانچه بریم به جای LI 1/2 بذاریم، من اینجا ناچار هستم که یک کمی با تومنینه جلو برم، خودم انجام بدم، چون اینجا کلی رفتم، یعنی آخر کار به جاش گذاشتم. اینجا element stiffness matrix میشه مساوی. اگر به جای LI بذاریم چقدر بچه‌ها؟ 1/2. اینجا میشه منهای 1/2 به اضافه 2/3 ضرب در 1/2 میشه 1/3. 1/2 به اضافه 1/6 منهای 1/2 به اضافه 1/6
یک دوم به اضافه یک سوم. کا خب مخرج مشترک 6 بخش بر 2 منهای 3 به اضافه 2 میشه منهای 1. مخرج مشترک 6 بخش بر 2 میشه 3 به اضافه 1 میشه 4 میشه 2/3. اینجا مخرج مشترک 6 بخش بر 2 میشه 3 منهای 3 به اضافه 1 میشود منهای 2 منهای 2 هم بخش بر 6 میشه منهای 1/3. این هم میشود 6 محصولات هم میشه 5. این میشه مقدار عددی کا. مقدار عددی بردار F هم اگر چنانچه بریم به جای تلهی 1/2 بذاریم میشه 1/4 1/4. این میشه نتیجه نهایی استپ چقدر بچه‌ها؟ 4. استپ 5. استپ 5 باید بیام اسمبلینگ انجام بدیم. اسمبلینگ رو روی این انجام میدیم. بعد نتیجه هم به صورت همین کا در فی مساوی با F می‌نویسیم. این میشود منهای 1/6 2/3 منهای 1/3 5/6. این میشه کانتریبیوشن ناشی از المان چی؟ 1. بعد باید کانتریبیوشن ناشی از المان 2 رو هم به این اضافه کنیم. میشه منهای 1/6 بعد 2/3 منهای 1/3 5/6. این هم میشه 0 این هم میشه 0. این باید ضرب داره فی 1 فی 2 و فی 3 بشه. مساوی کانتریبیوشن ناشی از المان 1 میشه 1/4 1/4. کانتریبیوشن ناشی از المان 2 میشود 1/4 اینجا 1/4 هم اینجا. حاصل این میشود همون کاری که قبلا صحبت کردیم. حالا باید شروع کنیم استپ 6 رو پیاده کنیم. شرایط محضی رو اعمال کنیم. شرایط محضی یعنی این عملا بشه کا پرایم در فی مساوی با اف پرایم 1 0 0 0 0. بچه ها 5/6 منهای 1/6 میشه چقدر؟ میشه 2/3. این هم میشه 2/3 منهای 1/3 و 5/6. فی 1 فی 2 فی 3 مساوی. باید بچه ها بیاییم بردار ثوابت رو هم مشمول مادیفیکیشن قرار بدیم. این سطح ضرب در این سطح بشه باید فی 1 رو بده. حالا باید بیام اینجا بگیم این 1/4 میشه چقدر؟ میشه 1/2. بعد این 1/2 منهای پرانتز این صفر چقدر بوده؟ منهای 1/3.
در یک. بعدم این 1/4 رو منهای پرانتز 0 در باز 1. این هم میشه استپ 6. استپ 7 باید بیایم این سیستم رو حل کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم 2/3 فی 2 به اضافه 2/3 فی 3 مساوی با 1/2 به اضافه 1/3 هم میشه چقدر بچه ها؟ 5/6 منهای 1/3 فی 2 به اضافه 5/6 فی 3 مساوی با 1/4. شروع کنیم این سیستم رو حل کنیم. دو سوم به اضافه 2/3 مساوی با 5/6 منهای 1/3 به اضافه 5/6 مساوی 1/4. اگر چنانچه برید به دستور کرامر حل کنید این رو، فی 2 میشه مساوی با 67 86 فی 3 هم میشه مساوی با 57 14. بچه اگر چنانچه بگید نه من اسمبلی نمیخوام انجام بدم، همینجا که هستم میخوام برم با استفاده از ادمان فی 2 رو به دست بیارم. پس این یک جداسازی انجام بدید که این تموم شد. استپ 8 در هم تکلیفش فعلا ببینیم چی هست. اگر یه مسئله واقعی رو بخوام حل کنیم بریم سراغ این که بگیم در مقیاس المان باید خانم مهندس بنویسیم 1 و 0، اینجا هم 0، بعد اینجا بذاریم 5/6. بعد اینجا هم همونطور که آدم از اصلی اشاره کرد فی 1 1، اینجا هم فی 2 1. اینجا چی باید بنویسیم؟ بچه ها اگر این صد ضرب در این بشه باید به چقدر؟ 1. پس این میشه 1. بعد باید این انتری رو هم مشمول تغییر قرار بدیم. این انتری 1/4 1/4 رو باید منهای عددی که اینجا بوده چقدره؟ منهای 1/3. خانم مهندسی منهای 1/3 باید در چی ضرب بشه؟ در 1 ضرب بشه. باید در 1 ضرب بشه. از اینجا 5/6 فی 2 1 میشه مساوی با 1/4 به اضافه 1/3 یعنی 7/12. اگر چنانچه شروع کنید فی 2 رو، اسم دیگه فی 2 چیه بچه ها؟ اسم دیگهش فی 2 دیگه میشه 7/12 در 5/6. 7/12 ضرب در 6 چندم؟ 5. درست میگم؟ میشود 7 بخش بر 10 مساوی 7 در حالی که چقدر در بردیم فی 2 رو؟ 67 86. اگر چنانچه بخواید ادامه بدید باید بگید 1 و 0 باز 0 و 5/6 همونطور که آقای مهندسی اشاره مهندس اسدی اشاره کرد. اینجا باید بذارید فی 1 2، اینجا باید بذارید فی 2 2، بعد بگید خیلی خوب این 100
سطح در این ضرب فی یک دو رو به ما میده. اسم دیگر فی دو فی یک دو هست که 17 یا 17 هم فعلا تصویری نیستیم. بعد اینجا هم باید بگیم 1/4 منهای پرانتز منهای 1/3. این منهای 1/3 باید در چی ضرب بشه؟ 17. خیلی خوب. فی دوی 2 در 5/6 مساوی میشه با 1/4 به اضافه 7/30. من میشه این حسابش کنیم. اسم دیگر فی دوی 2 فی 3 هست. باید 1/4 به اضافه 7/30 بکنید، بخشی باید 5/6 کنید. بخشی باید 5/6. بله. یا اگر دوست داشته باشید بگید 1/4 ضرب در 6/5 به اضافه 7/30 سود شد 29/5. ضرب در 6/5 این 58 صدم داره. 58 صدم نداره دیگه اشاره بعدش؟ نه کامل 58 صدم 29/50 داره. 29 که 58 صدم. خیلی خوب. بازم این 58 صدم رو اگر چنانچه با این مقایسه کنید، خیلی من یک جدول تهیه کردم. این جدول رو هم خدمتتون معرفی کنم ببینیم فکرها به چه سمت و سوی هدایت میشه. این جدول ساختارش اینجوریه. ستون اولش نودال ولیو هست. که ما اینجا فقط فی 2 و فی 3 رو. بعد ستون‌های دیگرش هم روش مختلف. من از اکرونیم این روش رو استفاده میکنم. سب دومین متد، کولوکیشن متد، لیست اسکوئر متد، گالرکین متد و بعدم فی اگزکت. هر کدوم از اینا میتونه حالت با اسمبل و بدون اسمبلش هم جدول باشه. الان من میخوام این دو تا جدولی که میکشم، این دو تا جدولی که میخوام مقایسه بکنم، این جدول نتایج کار خودمه که خدمتتون عرضه میکنم با اسمبلی. ساب دومین 68 البته اینا رو ریزش رو دارید یعنی بیگانه نیستید. 57 82 این جواب ساختمانی متد هست. کولوکیشن متد 67 86 57 14. لیست اسکوئر 67 59 56 28. گالرکین که با روش کولوکیشن متد یکی میشه 67 86 57 14. اگزکت سولوشن هم که داریم 68 39 56
77. این محاسباتی که من انجام دادم. جدول زیرش که میکشم از کتاب آقای ردی استخراج کردم. این فی 2، این هم فی 3 هست. بعد اینجا سبدومین متده، کلوکیشن متده، اینجا لیست اسکوئر متده، اینجا هم گالرکین متد هست، اینجا هم فی اگزکت. سبدومین 6053 4737. That is part of your job to check whether this one or this one is true. That collocation method 6786 5714 یکی. این بدون اسمبلی کردنه؟ هر دو تاش اسمبلی. اصلا آقای ردی بدون اسمبلی کار کرد. اصلا اون چالش مطرح نکرد. هر دو تاش اسمبلی. لیست اسکوئر 6793 5094. Again, that is part of your job to check whether my calculation or Reddy's computation is correct. چون فرق گالرکین هم که یکی هست 67 86 57 14. اگزکت هم که برای هر دو تا روش یکی هست. حالا یه سوال دیگه هم میخوام تولید کنم. البته اگر چنانچه بخوام یه جدول دیگه هم بکشم که بدون اسمبلی باشه با چیزی ندارم مقایسش بکنم. فقط میتونم با اگزکت مقایسش بکنم ببینم وضعیت چطوره. منتها یه سوال دیگه میخوام بپرسم. برای اینکه این سوال هم یه مقداری اهمیتش بر همه آشکار باشه که یه کمی هم همزمان با هم شروع کنیم فکر کنیم روی سوال از این 4 تا روشی که ما برای حل این مسئله انتخاب کردیم کدومش تعریف کنیم؟ اگر بخوام پوینت بای پوینت بریم ممکنه یکیش نزدیک باشه یکیش دور باشه. الان شما شک دارید به خاطر که مجبور پوینت بای پوینت مقایسه کنید. یه گزینه‌ای که من توصیه می‌کنم مد نظر قرار بدید اینه. بیایید بردار فی اگزکت رو البته اینا باید نرم‌ها رو بالا بنویسن. نرم این بردار رو برداری هست که بگیم این نومریکاله این انالیتیکاله. نرمش رو به دست بیاریم بخشی برای نرم فی اگزکت کنیم. حالا یکی ممکنه بپرسه بگه چجوری نرم حساب بکنیم؟ نرم هم انواع و اقسام داره. اقلیدوسیان نورمن هست، منحتن نورمن هست، اینفینیتی یا چیف به اصطلاح نرم هست، انواع و اقسام هست. اون چیزی که شما باش آشنا هستید این است که بریم از نرم اقلیدوسی استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم مؤلفه‌های اینها رو از هم کم کنیم به توان 2 برسونیم جذر بگیریم. خب من دارم با این روش‌ها یعنی ایفیانی
2 مؤلفه داره، اینم 2 مؤلفه داره. اگر چنانچه خواستم شروع بکنم نرم این رو حساب بکنم، ولی این علتی میخوام تقسیم بر این بکنم که بی بعد بشه. به این خاطر بچه‌ها این میشود بردار فیعی منهای بردار نیومریکال. نیومریکال یا میتونه این قرار بگیره یا این قرار بگیره اون قرار بگیره. این میشه مساوی فی یک اگزکت منهای فی نیومریکال، بالا بنویسم نیومریکال 1 به توان 2 به اضافه فی، حالا اینا دوها باید بنویسیم چون 2 و 3 هست، اینم 2 اگزکت 3 منهای فی 3 نیومریکال به توان 2 به توان 1 2. این مفهوم نرمه که آمدیم مؤلفه ها رو برای اگزکت اول، مؤلفه های این هم دوم اصلا کم میکنیم حساب میکنیم. مثلا برای سبدومین میشود 68 39 منهای 67 42 به توان 2 به اضافه 56 77 منهای 57 89 کلش قوه 1 2. بعد اون چجوری حساب میشه خانم مهندس؟ این میشود 68 39 به توان 2 به اضافه 56 77 به توان 2. اگر چنانچه این عدد برای تقسیم بکنید میشود مثلا بگید اپسایلون طلوع سبدومین. چه میگم طلوع؟ به خاطر که من اینا رو مقدار اگزکت قرار دادم. اگه اساسی به اگزکت نداشته باشم باید برم اپراکسیمت گودنس آف ایت کرایتریا بزنم. این میشود این منهای این بخش برای این. حالا چرا با این یک کم با حوصله گفتم حساب نکردم ولی حدس میزنم این اختلافی که تو جواب‌ها داریم ممکنه سرنوشت کل جدول عوض کنه به خاطر تفاوتایی که جزئی که داریم بین دو تا از روش‌ها. مثلا مثال بزنم اگر من این کمیت رو برای کلوکیشن و برای لیست اسکوئر و برای گالنتینم حساب بکنم با هم مقایسه کنم یه عدد گیرم میاد دیگه. ممکن اینجا بگه لیست اسکوئر اصلا بهتره، اینجا بگه کلوکیشن اصلا بهتره. میشه این رو انجام بدید نتیجهش برام روز سه‌شنبه بیارید. از حوصله همگی سپاسگزارم. همگی رو به خدا بسپارم.